این اولین ویدیو منه. این اولین ویدیو من. خب کیه؟ خب من دیگه مطمئنم تو یکی از اینها رو توی یوتیوب دیدی و اگه ندیدی بذار برات تعریف کنم که چه جوری ساخته میشن. اول تایمنل حتما باید بنویسی این اولین ویدیو منه. اگه ننویسی مطمئن باش 120k ویو نمیخور. بعدش حتما باید زیرش بنویسی کمک. چرا؟ چون تو یه روانی و پایینش همونایی که توی تایمنل نوشتی بنویسی. هشتگ نه، برچسب نه، هیچی، کپشن هیچی. و توی ویدیو باید 7 دقیقه در مورد سختی‌هایی که کشیدی تا این کانال بزنی، یا مثلا چقدر پول دادی یا چقدر وقت گذروندی در موردش صحبت کنی و آخرش هم بگی لطفا منو ساب کن و تبریک میگم. و خب اون موقع است که ویدیوی تو طی یه هفته 130k ویو میخوره. شاید بگی که خب شاید یه نفر 2 نفر این کار کردن، ولی نه، همه این کارو کردن. با استفاده از این تایمنل همه اومدن 3k 4k ویو گرفتن و من هنوز توی 123 موندم. و تشکر میکنم که همچین سبکی توی یوتیوب فارسی زیادتر شده. من خودم انیمیشن های استوری بورد خیلی دوست دارم، ولی خب دیگه بسه. خب من دیگه حرفی در این مورد ندارم، فقط می‌خواستم فشارم یه طوری خالی کنم. و خب دیسکورد زدی. مرسی که تا اینجا نگاه کردی. سابالاک یاد نره.